بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، شاگردان محترم، ما و شما در درس دوازدهم صفت اسم الجبار الله سبحانه و تعالی را خواندیم و گفتیم که در اسم الجبار الله سبحانه و تعالی ما و شما سه نقطه را باید بفهمیم. نقطه اول ای که جبر الله سبحانه و تعالی جبر رحمت، یعنی الجبار الذی من له جبر الرحمه، یعنی جبار ذاتی که دارای جبر رحمت است، یعنی با رحمت خود قلبای شکسته را چی میکنه؟ مرحم میکنه، با رحمت خود اصلاح میکنه، اصلاحات میره، عقیده انسان اصلاح میکنه، فکرش اصلاح میکنه، جهان اصلاح میکنه، کائنات اصلاح میکنه. پس این جبر رحمت است. دوم جبر قوت است که به اراده خود و تقدیر خود، الجبار الذی له جبر القوه، یعنی قوی هست، ذات قوی هست که به اراده خود و به تقدیر خود تمام مخلوقات چی کرده؟ تسلیم ساخته. قهر جمیع المخلوقات، تمام مخلوقات لارادته، به اراده خود مقهور ساخته. و دیگه خوانیم که جبر سومیش چیست؟ جبر علو بود، که یعنی الله ذات جبار هست، یعنی از در مقام بسیار عالی هست الله سبحانه و تعالی، که این جبر علو میگن. آیا در این درس خود در مورد ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صفت الجبار الله را برای ما و شما چه قسم معرفی کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه ما و شماست، رهبر ما و شماست، راهنمای ما و شماست، پیغمبر ما و شماست، به او ایمان داریم. حبیب الله هست، حبیب قلب های ما و شماست. اللهم صل و سلم علی هذا النبی الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ذات با عظمتی که ایتو قوت داره و قدرت داره، جبر قوتش بیان میکنه. ایتو جبر قوت داره که اینمی زمین در دسته که به جلال و عظمت از او شایسته هست، او رو تشبیه با مخلوق نمیکنیم. زمین در دست با عظمت از او مانند یک نان میشه. امام بخاری رحمه الله چی میگن؟ میگه عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال. ابی سعید الخدری رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تکون الارض یوم القیامت خبزة واحده، زمین در روز قیامت مثل یک نان میشه. یک دانه نانی را که مثلا ما و شما یک دانه نان در بینیم، میگه این در روز قیامت مثل یک توته نان میشه. یتکفعه الجبار بیده، این چی میشه؟ او را ذات الجبار که جبر قوت داره، او را با ید مبارک خود، با ید با قوت خود، با ید با عظمت خود، او را چی میکنه؟ او را میگردانه ای طرف الله سبحانه و تعالی. کما یکفو احدکم خبزته فی السفر، مثل که یکی از شما امی یک پارچه نان خود در سفر همراه خود میبرین از اینجا به اونجا. الله سبحانه و تعالی امی زمین با امی بزرگیش با ید خود گرفته و مثل یک خبزه در ید در دست الله قرار میگیره. این ذات با عظمت است. جبر قوت الله را معرفی میکنم. امی قسم در تنها زمین، آسمان ها و زمین. امام مسلم روایت میکنه عن عبدالله ابن عمر رسول الله صلی الله علیه و میگه از آسمان ها و زمین الله سبحانه و تعالی اینا را به دستهای خود میگیره. الله سبحانه و تعالی هم جبر قوت الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی میکنه. تو ذات با عظمت هست که و السماوات در قرآن وقتی میگه مطویاتون، همین کاغذ مثلا مطوی چی میگه؟ یعنی مثلا ما شما این کاغذ میگه طول ورقه، یعنی که قسم میکنیم اینه طوا ورق شد، نه؟ این در دست ما شما این ورق است. زمین و آسمان ها با عمود دستی که به جلال و عظمت و جبروت الله شایسته است که ما کیفیتش نمیفهمیم و درباره از او زیاد بحث نمیکنیم، میگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرمودن؟
امام مسلم در صحیح مسلم حدیث صحیح را روایت میکنه عن عبدالله بن عمر قال رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم على المنبر. میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای منبر دیدم و هو یقول، در حالی که بالای منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت یأخذ الجبار عز وجل، گفت ذات جباری که جبر قوت داره سماوات میگیره، سماواتی آسمانهایش را و ارضیه و زمینهایش را به یدیه با دو دستش. پس ذات با قوتی است که آسمان ها و زمین و مخلوقات بسیار چیزهای کوچک هستند در مقابل از بسیار ضعیف هستند در مقابل از. چرا؟ الله ذات با عظمت است که دارای الجبار است که جبر قوت دارن. سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که صفات الله سبحانه و تعالی صفات چی است؟ ای از جمله اسماء و صفات الله هست: الجبار، المتکبر، الملک. امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت میکنه عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه قال قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت قرائت کرد و هو علی المنبر، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر بالای منبر بود. و السماوات مطویات بیمینه، آسمان ها مطوی هستند، پیچانده شدن هستند، بیمینه در دست راست الله سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک است و بسیار عالی مقام است از آنچه که اونا با الله شریک میسازند. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یقول الله عز وجل، الله سبحانه و تعالی وقتی که آسمان ها و زمین در یمین خود میگیره، باز الله سبحانه و تعالی میگه انا الجبار، انا المتكبر، انا الملك، انا المتعالي، یمجد نفسه. باز اونجا الله سبحانه و تعالی میگه که انا الجبار، ذات قدرتمندی که سیطره داره و همگی تسلیم ارادی از او هست، ما هستم. الله میگه انا المتکبر، ذاتی که کبریا داره و جبروت داره و قدرت داره، ما هستم. انا الملک، ملک ذاتی که مالک و متصرف هست، ما هستم. انا المتعالی، ذاتی که عالی مقام هست، مقام بسیار عالی داره، قدرت بسیار عالی داره، میگه ما هستم. میگه یمجد نفسه، الله سبحانه و تعالی یمجد نفسه، نفس یعنی ذات با عظمت خود تمجید و توصیف میکنه. قال صحابی میگه فجعل رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر تکرار میکرد که یقول الله عز وجل انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، انا المتعالی. اینه میگه تکرار میکرد حتی رجف به المنبر، میگه حتی میگه منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم به لرزه آورد ایره. حتی ظننا انه سیخر به، میگه حتی ما تصور کردیم که شاید آل ای از منبرش ایره سقوط بکنه. یعنی اقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم جلال و قوت و جبروت و عظمت و کبریا و مالکیت و تصرف و علو الله سبحانه و تعالی را بیان میکرد. چهارم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت است که دارای جبروت و ملکوت و کبریا هست. امام ابی داود در حدیث صحیح روایت میکنه عن عوف بن مالک الاشجعی قال قمت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلتا، میگه یک شب ما به امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم قیام اللیل کردم، یعنی در تهجد خستم. فقام، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برخاست، فقرأ سورة البقره، میگه سوره بقره را در نماز تهجد خود خواند. لا یمر بآیت رحمت الا وقف، میگه هر آیت رحمت که میخواند در او استاد میشد، توقف میکرد. فسأل، باز دعا میکرد به الله سبحانه و تعالی که یا الله از این رحمتت ما را نصیب بکن. ولا یمر بآیت عذاب، و وقتی که مرور نمیکرد به یک آیتی که در اونجا عذاب الله بیان شده بود، باز در او وقتی که مرور میکرد الا وقف، توقف میکرد. فتعوذ، باز به الله پناه میجست از این عذابی که در اینجا ذکر شده هست. قال، بازی صحابی میگه
ثم ركع، باز رکوع کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم به قدر قیامه، یعنی سعی در قیام سوره فاتحه سوره بقره را خواند، به اندازه که قیام کرده بود سوره بقره را خوانده بود در رکوع ایستاد. سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمه. امیر یقول فی رکوعه، در رکوع خود چی میگفت؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. پاک است ذاتی که صاحب جبروت است، یعنی جبر قوت داره، جبر رحمت داره و جبر علو داره. و الملکوت صاحب ملکوت است، یعنی مالک متصرف تمام کائنات است. ذاتی که صاحب کبریا هست، یعنی با بسیار با والعظمت و ذاتی که صاحب عظمت است. به اندازه یعنی بنده فکر بکن چند آیت سوره بقره و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه و در رکوع هست سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه و به این شکل. ثم سجد به قدر قیامه، باز میگه سجده کرد به اندازه که قیام کرده بود، به مو اندازه در سجده بود، یعنی در قیام سوره بقره را خواند، در رکوع به اندازه سوره بقره به مو اندازه که قیام کرده بود رکوع کرد، باز به مو اندازه در سجده سر خود به الله مهان. سبحان الله. ما میگیم ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، 3 دفعه سبحان ربی الاعلی را هم بسیاری کسان نماز خود درست نمیگن، مثل پرنده واره سر خدا رو تک تک میکنه پس میخیزه و باز تمام جنجال است که الا 20 رکعت بخونیم، که الا 30 رکعت بخونیم، که الا 12 رکعت بخونیم، الا 8 رکعت بخونیم. صحیح بخون، 2 رکعت بخون مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم واره. خفتن شروع کنی تا که سوره بقره را میخونی، تا که بندازی بقره رکوع میکنی، تا بندازی بقره سجده میکنی، سحری سرت میشه. ثم قال فی سجوده مثل ذلك، ثم قام، باز میگه رسول الله صلی برکات دوم استاد شد، فقرأ بآل عمران، در رکات دوم چی خواند؟ سوره آل عمران خواند. آل که اگر مثلا یک رکات ویل للمطففین بخونی، وقت روی خود دور میده که تو حفظایت سر ما پخته میکنی، حفظایت سر ما پخته میکنی، این اعطینا را چرا نخواندی؟ والعصر چرا نخواندی؟ آمدی ویل للمطففین خواندی. سبحان الله. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ اینی سوره ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم در تهجد تلاوت میکرد. خب ما شما در نمازهای فرضی رو باید کس نکنه، به خاطر از اینکه مریض می باشه و مثلا کسای مشکل می داشته باشه، این در نمازهای چی هست تهجد نفلی هست. لکن در دیگه نمازها دیگه واسطه نیست که مثلا در کلش باید همون چیزا بخوانی. بعضی از صحابه، بعضی از تابعین از صحابه اینا روایت میکنه که میگه من سوره قاف میگه از پشت سر رسول الله صلی الله علیه و پشت سر فلانی صحابی خواندم، سوره قاف حفظ نشد، از اینکه مثلا در نمازهای صبح سوره قاف میخواندن، یعنی سوره طویل هم در نماز میخواندن. خب او در حالت استثنایی که مثلا بفهمه که مریض است یا خانم های هستن که تفلکایشان گریه میکنه، نماز به خاطر از اونها کمک کوتاه میسازه، لکن رکوع خود درست میکنه، سجده خود درست میکنه. حال این چیز هستن. خب به هر صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم پنجمین نقطه چی هست؟ که ذات با عظمتی که جبران کننده هست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله سبحانه و تعالی همه قسم که جبر قوت داره، جبر علو داره، دارای مقام عالی هست، جبر رحمت داره که جبران میکنه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم امام ابن ماجه رحمه الله روایت میکنه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قسم میگه عبادتشان بود که یقول میگفتن بین السجدتین، در بین دو سجده، فی صلات اللیل، در نماز شب. چی میگفت؟ در بین دو سجده چی میگفت؟ رب اغفر لی، یا الله مرا مغفرت بکن، وارحمنی، و مرا بالای من رحم بکن، وجبرنی، یا الله جبران بکن بر من، یعنی امو
دل ما که شکستاندن، سرم ظلم کردن، سختی ها را سر آوردن. یا الله در مقابل ازنا تو جبران بکو که برای ما هدایت، مغفرت، جنت، رحمت، نعمت یا نصیب بگردانی. وارزقنی و یا الله برای من رزق نصیب بکن، ورفعنی و مرا مقام بلند نصیب بکن. والسلام علیکم و رحمت